قطر گرمترین کشور دنیاست، ولی وقتی وارد این کشور میشی نیاز به کاپشن پیدا میکنی. کشور قطر هوای به شدت شرجی داره و بارش بارون توی این کشور از کل کشورهای خلیج فارس کمتره. اما حاکم قطر برای راحتی مردم کشورش امکانی رو فراهم کرده که مردم به جز وقتی که میخوان آفتاب بگیرن به هیچ وجه گرمای هوا رو حس نمیکنن. برای این کار تمام خیابونای قطر و مرکزهای خرید به کولرهای خنک کننده و دستگاه تهویه هوا مجهز شدن و رنگ آسفالت خیابوناشون هم به رنگ آبی تغییر دادن که گرمای کمتری رو جذب کنه. علاوه بر اون کل کوچه هاشون هم به سایبون مجهزه و برای خنکی بیشتر دستگاه‌های مه‌پاشی که از آب تصفیه شده دریا درست کردن قرار دادن. اونا حتی توی پارکاشون هم کولر گذاشتن که مردمی که ورزش میکنن راحت باشن. جالب اینجاست که دمای هوای قطر به اندازه خوزستان خودمونه، ولی هواش از اردبیل هم الان خنک‌تره، به طوری که اگه الان بخواید اونجا برین نیاز به کاپشن پیدا میکنید. حالا شما بگین حاضرین قطر رو واسه زندگی انتخاب کنین؟ جهت دیدن مطالب بیشتر همین الان پیج فکت موویز رو دنبال کن.